هانک کیه؟ هانک سرباز ویژه و مأمور حرفه‌ای شرکت آمبرلا بود. همون شرکت فاسدی که پشت ساخت ویروس ها بود. اسم واقعی، چهره واقعی و حتی گذشته خانوادگی هانک دقیق مشخص نیست. اما چرا؟ کپکام عملاً اون رو به شکل شخصیت مرموز نگه داشته. چیزی که از اون میدونیم اینه که یه نیروی فوق‌العاده آموزش دیده است، سرد و بی احساس و بسیار کارآمد. لقب معروف هانک فرشته مرگه. چرا؟ چون هر مأموریتی که برای بقیه تبدیل به قتلگاه میشه، هانک از اون زنده بیرون میاد. به عنوان تنها بازمانده. داستان از جایی شروع میشه که در شهر راکون سیتی شرکت آمبرلا دنبال نمونه ای از ویروس جی بود. ویروسی که توسط دکتر ویلیام برکین ساخته شده بود. آمبرلا یه تیم ویژه به نام آمبرلا سیکریتی سرویس یا به اختصار USS رو میفرسته تا ویروس رو از برکین بگیرن. تیم وارد آزمایشگاه زیرزمینی راکون سیتی میشه و نمونه رو از برکین میگیره. اما اوضاع خراب میشه. برکین تیر میخوره توسط افراد هانک. اما قبل از مرگ خودشو با ویروس جی آلوده میکنه و تبدیل به یه هیولا میشه. کمی جلوتر تیم هانک با برکین مواجه میشن و برکین کل تیمو میکشه، اما به جز هانک. اون زنده میمونه و با وجود شهری پر از زامبی، لیکر و هیولاهای زیاد مأموریتش رو ادامه میده و با نمونه ویروسی که در دست خودش داشت خودشو به نقطه خروج میرسونه و با هلیکوپتر از شهر میره. هانک آدم خوبیه؟ جوابش ساده نیست. اون برای آمبرلا کار میکرد. اون مثل قهرمان کلاسیک نیست. نمیاد مردم رو نجات بده. دنبال عدالت نیست. احساساتی نداره. فقط یه چیز براش مهمه: انجام مأموریت و زنده موندن. ویژگی هایی که هانک رو از بقیه شخصیت ها جدا میکنه: 1. چهره نامعلوم. 2. مهارت بالا در بقا. 3. رفتار سرد و نظامی. 4. وفاداری به مأموریت. 5. محبوبیت بالا با حضور کم. هانک در چه بازی‌هایی از سری فرانچایز حضور داشته؟ خب به طور کلی هانک توی 6 تا بازی در مجموع حضور پیدا کرده. شماره 1 رزیدنت اویل 2 و شماره 2 رزیدنت اویل 2 ریمیک، شماره 3 رزیدنت اویل 3 بخش مرسنریز و شماره 4 رزیدنت اویل 4 باز هم بخش مرسنریز. شماره 5 رزیدنت اویل The Umbrella Chronicles، شماره 6 رزیدنت اویل Operation of Raccoon City. در مجموع 6 بازی که هانک توی اینها حضور نه به طور 100% و به طور کمی بوده. در کل هانک جزو اون دسته کاراکتراییه که خیلی بهش کم پرداخته شده، با اینکه پتانسیل خیلی بالایی داره و اگه کپکام یکم بهش میدون بده و ازش یه بازی اختصاصی درست کنه میتونه در کنار کاراکترایی مثل لیان یا حتی کریس هم قرار بگیره. خب دوستان، این هم بود از ویدیویی که در رابطه با هانک قرار بود درست کنم و امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. اگر که لذت بردید حتما لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه و تا ویدیوی بعدی خداحافظ.